اسمت‌الله تغویف بلوگر مقیم چارکو خبر داد که شب 31 مای به 1 ایون تخمینا ساعت 21 در فضای جماعت چارکو یکچند درون قرقیزستان پرواز داشت. اسمت‌الله تغویف می نویسد که درون ها انشاءات مهم امنیتی و اجتماعی از جمله گرد و اطراف قسم‌های غربی، بنای شعبه ملیسا، کمیته امنیت، اداره جماعت و مکتب‌ها را به نوار می گرفتند و به سوی یکی از آنها که در فاصله نزدیک پرواز میکرد تیر کشودند. این بلاگر تاجیک اینک 2 روز پی هم درباره پرواز درون‌های قرقیزستان در خط مرز اسفره با ناحیه بادکن خبر می‌دهد. او روز 31 مای خبر داد که مرزبان‌های تاجیک شب 30 به 31 مای در فضای دهه خواجه اعلی جماعت چارکو در مرز اسفره با ناحیه بادکن یک درون قرقیزستان را با تیر سلاح زده از بین بردند. مقامات رسمی این خبر را درباره پرواز درون‌ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را تصدیق یا رد نکردند. این خبر در حالی است که همگی یک ماه پیش در روزهای پایان ماه اپریل در مرز سه جماعت چارکو، وارخ و سرخ اسفره با ناحیه بادکن و در مرز جماعت افچی قلچه ناحیه باباجان غفورов با ناحیه لیلک ولایت بادکن قرقیزستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته و 154 نفر زخمی گردیده، از جانب تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 نفر مجروح شدند. حالا وضع در مرز نسبتاً آرام شده است، ولی هفته گذشته درباره بازداشت دست کم 5 شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز قرقیزستان گزارش شد.